بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم به فکر کردن و تحلیل کردن دعوت می نماید. السلام علیکم دوستان عزیز. خدای عزوجل در قرآن کریم سوره انفال آیت 22 می فرماید: به نام خدای بخشاینده مهربان، به درستی که بدترین جنبندگان نزدیک خدا کران گنگان هستند که به عقل در نمی یابند. سوره اسراء آیت 36. به نام خدای بخشاینده مهربان. و پی چیز مرو که تو را دانشی آن نیست، به درستی که هر یکی از گوش و چشم و دل پرسیده خواهد شد. قرآن این یا آن دستور را چون قاعده مخفی نمی نویسد. به هیچ چیز نگاه نکرده انیقترش قرآن همه را به فکر اندیشه دعوت می کند که منطقاً او چرا به درست بودن این یا آن حقیقت باوری حاصل منوید. قرآن مهم بودن آزاد فکر کردن را می فهماند. وی نامبر نمی کند، بلکه وی معنی داد می کند. انسان را به سوی فکر کردن تیله می دهد. تشکر به قرآن برای این عملهایش. هر کسی که آن را می خواند به تحلیل کردن و پژوهش شروع می نماید. حادثه ها را پیگیری می کند